ماجرای چشم عباس آقا مربوط میشه به یه آقایی به نام عباس که یه شب میره خونه و به همسرش میگه دلش بچه میخواد و همسرش هم بهش میگه چشم عباس آقا، اول آمار قیمت شیر خشک و پوشک بچه و لباس بچه رو بگیر، اگه مشکلی نبود بچه هم میارم. این عباس آقای قصه ما وقتی قیمت ها رو میبینه به همسرش میگه بذار سال بعد که وضعمون خوب شد اون موقع یه فکری میکنم. و سال بعدش هم که قیمت ها چند برابر میشه و همسرش درباره بچه از عباس آقا میپرسه، عباس آقا بهش میگه که وضعیت مالیم که خوب نشد هیچ، تازه بدهکاری هم بالا آوردم و همسرش باز بهش میگه چشم عباس آقا، ایشالله سال بعد. حالا چشم عباس آقا نماد کسایی شده که از پس کاری بر نمیان و تلاشی هم برای اون نمیکنن و فقط از بقیه میخوان که یه قدمی واسهشون برداره. البته این روایت از نظر ما بوده و کلیپای زیادی به اسم چشم عباس آقا وجود داره که همین منظور رو میرسونن. به عبارت دیگه چشم عباس آقا اصطلاح کنایه آمیزی بود که چند سالی خیلی استفاده میکنن و اگه خودمونم استفاده نکرده باشیم بدون شک چند باری به گوشمون خورده. اصطلاحی که دلیل اصلیش مشخص نیست. بعضیا اونو توی ترانه قدیمی شنیدن که استفاده شده، بعضیا هم توی نمایش‌های روحوزی دیدنش. البته ممکنه نشونه مردای سنتی هم باشه که همسراشون با وجود اینکه میدونن از پس کاری بر نمیان اما همچنان با اونا موافقت میکنن و بهشون نه نمیگن. مثلا همین اصطلاح که روزی در پاسخ به اظهار نظر معاون رئیس بهداشت پیشین درباره اینکه هر زن باید بیش از 2 بچه داشته باشد توسط تعدادی از کاربرا توییت شده بود، چشم عباس آقا. حالا شما به من بگید تا حالا چند بار بهتون چشم عباس آقا گفتن یا برعکسش شما تا حالا به چند نفر چشم عباس آقا گفتید؟ واسه من کامنت کنید که بابت چه موضوعی بوده، چند بار تکرار شده و آیا بهش خندیدید یا اصلا متوجه منظورش نشدید. که البته بعید میدونم با دیدن این کلیپ تازه برای اولین بارتون باشه، اما اگر برای اولین بارتون هم بود که همچین اصطلاحی شنیدید اونم واسم تو کامنت ها بگید. ممنونتون میشم با لایک کردن و کامنت گذاشتن و فرستادن برای دوستانتون. ما رو حمایت کنید و به ما کمک کنید که بتونیم دوستایی خیلی بیشتری مثل شما پیدا کنیم.